بسم الله الرحمن الرحیم. فریدون محمدی، یکی از استادای بخش هنر نقاشی در لیسه عالی ستارگان تمدن. ما امروز در این مکان زیبا و دیدنی نمایشگاه نقاشی را برگزار نمودیم که اکثریت اثرهای دختر خانم ها در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند که پیام ما و برگزار کردن این نمایشگاه ما برای مردم افغانستان و برای دولت افغانستان است که هیچ تبر ظلم و ستم کمر ما را خم نمیکنه. ما به هنر خود ادامه میدیم و میخواهیم یک مظهر تشویق برای دختر خانم ها باشند و درخواست ما از حکومت ملی است که درهای مکاتب ها و آموزشگاه ها را برای دختر خانم ها باز کرده تا ما بتوانیم دوباره دختر خانم درس و هنر خود ادامه بدیم. قسمی که شما از نمایشگاه ما بازدید داشتید، ما در این نمایشگاه بخش های مختلفی از هنر نقاشی را به اینجا به نمایش گذاشتیم که بخش پنسل است، رنگی پنسلی است، زغال است، رنگ روغن است و سبک ماندلا است و می‌خواهیم یک مظهر تشویق برای مردم افغانستان باشه.